چه بو غذایی میاد. یادتونه قدیم خونه مادر بزرگا تو محله ها بوی غذا 7 محله میپیچید، چه طعمی چه عطری. الان چی شد دیگه؟ چرا اون بو طعما نیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ میشه گفت 2 تا دلیل داره. یکی این که برنج نامرغوبه که شما می‌بینید توی شمال، جنوب، شیراز بهترین نوع برنج رو میگیم. پس چرا بازم اون عطر و طعم نمیاد؟ به خاطر موادی که در کنارش برای پخت برنج استفاده میکنه. مثل چیا؟ مثل روغن. اگه روغن که یکی از مواد اصلی برای پخت هر غذایی نامرغوب باشه، این اتفاق میفته. اون برنج عالیه نمیتونه مزه و طعم و عطر و بوش رو برای شما نمایش بده و اون خورشت هر غذایی که باشه اون مزه اصلی رو نداره. و سعی کنید روغنای مرغوب رو تهیه کنید. گروه ستیمون این روغن مرغوب و اصالت کالا و با کیفیت بودنش رو به شما هدیه میده.